همچنان آرش غفوری هم اینجا با ماست. همین پان بیچ شد به به تهران رای بیاره دیگه نونمون تو روغنه، جمهوری اسلامی رو میندازه بیرون، میریم شهر میشیم. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دونالد ترامپ 78 ساله به عنوان آقای ترامپ فاند تمام جریان‌های ایرانی رو به مدت 3 ماه تعطیل کرد. خیلی 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 دردناکه. تو که گفتیم یه سال چی شد؟ چی شد عضوگر؟ فرمان بدش آزاده. به نظر من بریم بریزیم تو خیابون. تا پول پس نگیریم آروم نمیگیریم. تا پول پس نگیریم آروم نمیگیریم. وای تو چرا نمیای وسط؟ من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. مادر جان نگران نباش، همه هزینه ها با منه.